درود دوستان، آریا هستم. اومدم با یه آموزش ترند که چجوری داخل کال آف دیوتی موبایل ما این کاموهای گلد رو در سریعترین حالت ممکن باز کنیم و به پلاتینیوم و داماس برسیم که اینا هم رنگای خیلی خوبی هستن. مثلا پلاتینیوم اینه که باید ما چیکار کنیم که اینو ما به دست بیاریم. ما باید تمام شادگانامون رو گلد کرده باشیم. حالا گلد چیه؟ گلد این رنگ ناکنید گلد که ما باید اسمش چیه، ما باید اینا رو باز کنیم، معمولیت ها رو انجام بدیم تا کاموی گلد باز بشه. خب من میرم داخل یه شادگانی که گلد نکرده باشم، میام همین که این نه دوستان، اینم بعضی چیزاش باز شده. خب اولیش میام داخل این. خب ما اگه بخوایم رنگ گلد این شادگانمون رو باز کنیم باید ما 300 تا کیل عادی بزنیم. ناخوش 300 تا نفر رو باید بکشیم، 300 تا رو باید بکشیم. دومی اینه که میگه هیپ فایر بزن. هیپ فایر یعنی چی؟ بدون که نشونه یا ایم بگیری تو باید انمی رو ناک کنی که داخل بتل رویال خیلی آسونه. بتل پلیر باشی و شادگان پلیر، این شادگان ها فشار کننده برداری دی کار دستت میاد. خب سومی میگه فکر کنم میگه از راه دور بزنید، 30 تا کیل از راه دور. این میگه 200 تا رو با اتچمنت، این میگه 40 تا رو هد، این هم میگه 80 تا رو بدون اتچمنت بکشین. فول اتچمنت رو فکرم یادم رفت یا اشتباهی گفتمش. فول اتچمنت اینه، این راه دوره، این هدشاته، اینم کیل عادیه. حالا با اتچمنت یعنی چی؟ یعنی ما بیام اینجا و این اتچمنت هایی که خود کال آف دیوتی برای ما در نظر گرفته، یعنی که بهترین اتچمنت ها هستن و ما باید بذاریم روی گان تا اون معمولیت ها انجام بشه. حالا سریع ترین مپ که اونجا میتونی کار انجام بدی این مپ شیپمنت هستش که داخل مولتی ساده، مولتی رنگ نه، اینجا هستش، میتونید برید و برش دارید. نباید داخلی همه باشه، باید فقط مپ شیپمنت رو انتخاب کنید تا سریعتر کاموی گلدتون باز بشه. حالا فرقی هم نمیکنه برای نایف میخوای گلد کنی یا برای شاتگان یا برای رایفل ها یا SMG ها یا هر چی دیگه، کلت هرچی میتونید با همون بازی کنید و کاموی گلدتون رو به دست بیارید.